آره. چیه نظر در مورد زندگی؟ معنای زندگی خودت اصلا چی فکر میکنی؟ هر چی فکر میکنی برای دوربین بگو. خیلی خوبه. زندگی خوبه. زندگی خوبه، میگذره بالاخره، کمی زیادی، یه رو هست یه رو نیست. اون چیزایی که آرزو داریم بهش نمیرسیم، چیزی میخوایم بخوریم نمیتونیم بخوریم، اون چیزی که میخوایم بخوریم نیستیم، توانایش نداریم بری بگیری بخوری. نه، من چند سال گوش نخوردم، خدا نمیدونم. گوشت گاو اینجا آوردن هرمز 130,000 تومان گوشت گاوش. من با این 2 کیلو ماهی ساعت تا پاش 50 تومن هم نمیشه. 130,000 تومن میتونم برم گوشت بگیرم، اونم گوشت گاو. نمیتونم. مرغ به زور چند کیلو ماهی بفروشم برم 1 کیلو مرغ بگیرم. مشکله میوه که اصلا خبری نیست. همه فصل ها میان این میوه فکر من میبینیم، بس خدا شاهده میبینیم، حوث هم میکنیم. انار این نارنگی، این موز، بسیار 1 کیلو پرتقال شاید در ماهی بتونیم. ساسان جان سلام، صبحت بخیر. ببین میخواستم خواهش کنم ازت برای من خیلی مختصر و مفید وایس بفرستی. بعد از این که این فیلم رو پخش کردی چه اتفاقی افتاد؟ بعدم بهم گفتی بی بی سی و فلان و اینا بهش پرداختن و تا زمانی که سر و کله فرزین پیدا میشه. خیلی مختصر برای من یه وایس بفرست که من ببینم چی شده، دارم تدوین میکنم. خیلی ممنونم. موقعی که ویدیو رو توی گرمسیر گذاشتیم بعد 20 روز متوجه شدیم که آقای پرویز پرستویی ویدیو رو گذاشته، خیلی از بازیگرا گذاشتن، خیلی از شبکه‌ها گذاشتن و اصلا ویدیو خیلی دست به دست شده، ولی همه دارن دنبال کنار میگردن. ما خودمونم آدرس دقیقی از کنار نداشتیم، فقط ما دیده بودیمش. یه استوری گذاشتم که آقا من میخوام برم این آدمو پیدا کنم، یه کاری کنم سرشو بگیره بالا، من میخوام یه کاری کنم که این آدم لبخند بزنه، این آدم تو این حال و روز نبینمش. ما با فرزین آشنا شدیم، دیدم که جفتمون دقیقاً دنبال یه چیزیم. فرزینم میخواد بره اونجا، منم از این ور یه قرار گذاشتیم، گفت که تو هم بیا. یه عکت اضافه. بله بفهم کارشم بفهم. من به این پیام دادم گفتم که آقا